خب اینجا روستای پاشنه دران هست که به زبان محلی بهش میگن پاشنه درو و این قلعه قدیمی روستاست. کلا هم الان دیگه 2 تا خانواده بیشتر زندگی نمیکنن در 25 کیلومتری شهر اشقاباد. پشتش هم که همون تپه‌های ماسه‌ای و کویر است. کل روستاهای این مناطق کویری قلعه دارن. یکی یکی قلعه ها رو می‌بینیم. می‌خوایم قلعه گردی رو با هم دیگه داشته باشیم. قلعه همه روستاها رو با هم دیگه نشونتون. خب این ورودی قلعه بوده. حالا قلعه‌های اینجا رو میریم با هم دیگه یکی یکی تیکشو میزنیم. اینجا قلعه پاشنه دران است. ورودی ببینید هنوز مونده. چقدر جذاب بوده و گشتبری و تاقچه‌های خیلی جذابی داشته. معمولا این قلعه ها بین 150 تا 250 سال قدمت داره که یکی یکی حالا بهتون نشون میدیم دیگه. همشون هم برج و بارو داشتن و بزرگترینشون قلعه هودر هست که اون رو کامل براتون توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید. خب دومین قلعه‌ای که اومدیم قلعه بادام تک هست توی منطقه اشقاباد و اینجا یکی از بزرگترین قلعه های این منطقه است، به خاطر اینکه در واقع میشه گفت یه ارگ بوده، چون خونه های خیلی زیاد اینجا بوده، خونه خانم بوده و اینم قلعه و برج و بارو و جای مهترا و در واقع اسب‌ها و احشامشون هم این تو بوده. خیلی اینجا بزرگه. در 150 سال 200 سال پیش پدر بزرگ من حتی یادش بود که اینجا یه باغستان انگور و انار و بادام و اینا بوده. خیلی جذابه. بریم توش یه دوری بزنیم با ما همراه. بریم داخل این ارگ بزرگ ببینیم. کشتای خان این تاق‌ها رو زده و میایم تو به این عظمت این قلعه میرسیم. حتی هنوز یه بخشی از گچبری‌هامون کنار روی اون ستون‌ها موجوده. خب یکی دیگه از قسمت‌هایی که توی این قلعه بادام تک داریم بازدید می‌کنیم خونه خان بوده. خونه خان خیلی خونه بزرگی بوده. ورودیش که میای اینجا احتمالاً مطبخ بوده، حالا مطبخ عمومی احتمالاً برای افراد عمومی‌تر. بعد میایین توی حیاط که توی حیاط دور تا دورش اتاق‌های مختلف بوده، حالا برای خانم‌های مختلف، بچه‌های مختلفی که داشته و یه شاهنشین که در ضلع در واقع جنوبی هست. حالا گچبریاشو بیایم ببینیم. خب قطعاً اینجا قسمت ایوانی بوده که متأسفانه ریخته شده و یه ایوان بزرگ تابستان نشین بهش میگن بوده که کنارش هم اون بادگیره و اونجا هم احتمالاً یه حوضی بوده که در واقع خان تابستون‌ها و روزهای گرم اونجا سپری می‌کرده. اتاق‌ها هم که دور تا دور هست. این گچبری‌ها هم تو اون اتاق هنوز آورده. این گچبریاست و همین حوضخونه‌ای که گفتم بهتون. اتاق در واقع تابستان نشین خانه دیگه اینجا و متاسفانه به این حالت رها شده. شاید دیگه کم کم کلا خراب بشه. خب اینجا هم قلعه روستای وکیل آباده که بخشش هم دارن مرمت میکنن. کلا هم 2 تا خانوار بیشتر نداره. یه قلعه بوده با 4 تا برج و این ورودیش که توش خونه های مختلف بوده. یعنی این دیوار بیرونی این ارگ در واقع. جلوش هم که یه استخر خوشگله و آب چاموتور. این قلعه وکیل آباد این سردر ورودیش نگاه کنید که تمام خونه ها توی این قلعه بوده. یعنی همه مردم توی قلعه زندگی میکردن با خونه های کوچیک‌تر. یه 4 دیواری دور تا دورش بوده با 4 تا برج. اینجا هم که پیاده داره بریم بالا ببینیم که چی داره. وقتی میایم بالا قشنگ مشخص میشه که این 4 دیواری و 4 تا برج رو ببینید. این یه دیوار بزرگ بوده توش خونه های مختلف و مردم مختلف توی این قلعه زندگی میکردن که الان متاسفانه تبدیل به آغل گوسفند و گاو. چشمم میان کجی که صداتا سرکیه من نویه غلامسه کاظمی و شعبات نویه رجبلی بچه ها نمیان کمک تا کنن؟ چرا بختام میان صبح مادن همه شو بچه ما یه بچه ما در قزوین منشینن سالم باشن، سال خوب داشته باشن انشالله. شما انشالله بخیر خوشی بر مخالی زندگی سلامت باشن. هر مسافر سلامت. خوشحال شدیم. کار ندارن. خداحافظ عمو. خداحافظ. سلامت باشن. خداحافظ.